سلام، به مدیتیشن شب‌گذاری امروز خوش اومدید. یه جای راحت پیدا کن و بدنت رو در آرومترین حالت قرار بده. میتونی بشینی یا دراز بکشی. اگه دوست داری چشماتو ببند یا نیمه باز نگه دار. یه لحظه فقط به اینجا و حالا توجه کن. به صدای نفست، به وزن بدنت روی صندلی یا زمین یا روی تخت. خودت رو کاملا در این لحظه حس کن. حالا آروم توجهت رو ببر به بالای سرت. اگه توی پیشونیت یا دور چشمات تنشی هست، بذار این تنش رها بشه. حالا توجهت رو بیار به گردن و شونه‌هات. اگه اونجا هم احساس سفتی یا گرفتگی داری، یه نفس عمیق بکش و همزمان رها کن و عضلات سفت شده رو شل کن. آروم توجهت رو بیار به دستات. اگه دستات فشردن، باز کن و بذار عضلاتش شل بشه. حالا برو سراغ قفسه سینه. یه دم و بازدم عمیق انجام بده. با دم نور و عشق رو به درونت بیار و با بازدم استرس و دلنگرانی رو بیرون. یه نفس عمیق دیگه. توجهت رو به شکم و کمرت ببر. کامل بررسی. اگر انقباضی هست، بذار این عضلات رها بشن. حالا به پاها برس. از رانها تا زانوها و مچ پات. هر جا حس می‌کنی سفت شده، رها کن و بذار آرامش بهشون برسه. حالا همه بدنت رو به عنوان یک کل حس کن. یه دم و بازدم عمیق بکش و بذار کل بدنت مثل موجی از آرامش شل و سبک بشه. با نفست همراه شو و اونو برسون به تک تک اعضا و جوارحت، به تک تک سلولات. با هر نفس نور و عشق و مهربانی خدا رو به تک تک سلولها برسون و با بازدم نگرانی، غصه و استرس ها رو بیرون. حالا به لطف و مهربانی خدا فکر کن. حس کن که تمام وجودت پر از برکت و عشق شد. به نعمتهای فراوانی که غرق اون هستی فکر کن. به هر آنچه که الان هست و نبودنش میتونست آرامشت رو به هم بزنه.
بابتش عمیقاً شکرگزار باش. به چشمات فکر کن، این هدیه قشنگ که میتونی رنگ‌ها، طبیعت و لبخندها رو باش ببینی. بابتش از خدا شکرگزار باش. یه لحظه به گوشات فکر کن، صداها، خنده ها، موسیقی. یه نفس عمیق بکش و بابت این هدیه از ته دل تشکر کن. حالا به قلبت توجه کن. ضربان آرام و منظمش رو حس کن. تصور کن با هر ضربان عشق و رحمت توی وجودت پخش میشه. بابت این قلب پرقدرت از خدا قدردانی کن. حالا به هوایی که نفس میکشی، غذایی که میخوری، لباسی که تنت رو میپوشونه فکر کن. همه اینها لطفی هستند که بهت داده شده. یه لحظه نفس بکش و بابتش شکرگزاری کن. حالا به آدمایی فکر کن که توی زندگیت هستن. خانواده، دوستان، همکاران یا هر کسی که بهت مهربانی کرد. براشون دعا کن و از حضورشون توی زندگیت خوشحال باش. خیلی هستن نعمت‌هایی که غرقیم در اونها، ولی غافل میشیم از دیدنش و از سپاسگزاری. زیبایی طبیعت رو به یاد بیار و بابتش قدردان باش. طلوع خورشید، صدای بارون، موج دریا، خنک‌های یک نسیم، صدای پرنده ها، نعمت‌ها خیلی بیشتر از اونی هستند که حتی بتونی بهش فکر کنی یا بشمری و بگی. حالا یه نفس عمیق بکش و حس کن این قدردانی مثل یه نور از قلبت به همه وجودت میتابه. هر وقت آماده بودی چشماتو آروم باز کن. حالا میتونی این حس آرامش و قدردانی رو با خودت به ادامه روزت ببری.